آیه دکتر، مگه سوالات مناظره رو از قبل مشخص نکرده بودن؟ مگه همشون هم توجیه نکرده بودن؟ چرا؟ پس این چه فضاحتیه؟ بابا جون تو دعوا که دیگه کسی گوشش به حرف عظما بده کار نیست که. به آقا محمود گفت کاندید نشو، شد. به اینا میگه دشمنیتون رو نکنید، میکنن. یا خودم البته به نفهمی برمیگرده. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. از میکردن بله میفهمودن تو مسابقه 20 سوالی به مشنگه رسوندن که جواب خیاره، ولی زود نگو که ضایع بشه. مسابقه که شروع شد مشنگه گفت تو جیب جا میگیره، گفتن نه. گفت ای بابا عجب خیار گنده ایه. یعنی اینقدر نفهمن آیه تو دکتر؟ کجاشو دیدی؟ بیشعور باشی اوضاع خراب باشه قاطی میکنی اینه چی؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن مربی بوکس کنار رینگ به بوکسورش میگفتش که بزن توفکش، بزن توفکش. این نمیفهمید که فک چیه. محکم کوبید تو شکم طرف. حریفه از این بیغتر بود، دست گذاشت رو شکمش، گفت آخ فکم. روشن شد یا بذارم تو شکمت یا فکر. آیه دکتر جسارته، ولی همه بحثو که نمیشه به مشنگی اینا مصادره کرد. بالاخره برای خودشون 7 خطایی. 7 خط که هستن. منم که نگفتم همش مشنگیه. سهم میخوان قربونت برم، سهم بکنن قدرت. عظما که نداشته باشه سهم قدرت بده وای میسن تو روش اینه چی. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن که مشنگه رفت دزدی. وقتی که چیز دندونگیری که میخواست پیدا نکرد پکر داشت از خونه میرفت بیرون، صاحبخونه بهش گفتش که اون درم پشت سرت ببند. مشنگه گفت ناکس خیلی از اموالت گیرم اومده حالا دستورم میدی؟ آیه دکتر حاجی روحانی و قالیباف که میزنن تو فک هم، در واقع فک مقام عظما و فک نظام هم دارن میزنن. این به اون میگه دروغگو، اون به این میگه عقل نداری. یه راهنمودی بدین که داستان جمع جور بشه آیه دکتر. برم اینا راهنمود مقام عظما را لغت میکنن میزنن به دیوار. من مگه عقلم کمه که نصیحتشون بکنم که دعوا نکنن؟ اگه بخوام یه راهنمودی بدم که بهش گوش کنن میگم تو دعوا عجله نکنین، 10 ثانیه قشنگ صبر کنین، شاید یه فوش رکیکتر آبدارتری به ذهنتون برسه که بیشتر دل خنک بکنه. روشن شد یا 10 ثانیه صبر کنم محکمتر بزنم. آیه دکتر حاجی روحانی که میدونست عظما نظرش به رئیسی بود، خب میذاش قالیباف شلنگ تختشو بندازه. چرا خودشو درگیر کرد که اینطوری نظامو ضایع کنه؟ آخه اگه روبش بده و جلوشو نگیره آستری هم میخواد. هار که بشه 2 تا جناب با همدیگه هم نمیتونن افسارشو بکشن. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن که یه دیوونه رفت به رئیس تیمارستان گفت من میترسم. یه دیوونه اومده به من میگه ناصرالدین شاه. رئیس تیمارستان گفت خب چه اشکالی داره، یه بارم یکی پیدا شده که بهت میگه ناصرالدین شاه، صفاشو بکن. دیوونه گفت آخه این به خودش هم میگه میرزا رضای کرمانی. آیه دکتر مقام عظما که به اینا گفتن با دعواتون آبروی نظامو نبرین، خودش با مشت زد تو دهنه حاجی روحانی که برجام نبود که جنگو رفع کرد. خب مقام عظما چرا این کار میکنه؟ نمیفهمه اشتباه هست؟ البته مقام عظما معمولا اشتباهات رو دوبار تکرار نمیکنه، میره سراغ اشتباهات دیگه که اونا رو امتحان بکنه. ولی اینجا از قضا اشتباه نیست، مجبوره. میخواد رئیسی رو بکشه بیرون از تو صندوق، ولی همیشه اونطوری که میخواد که پیش نمیره. باید طرح اونوری هم داشته باشه. تو استراتژی به این کار میگن پلن بی. پلن چی آیه دکتر؟ چی برش کن، یه چیزی تو بایهای پالون خودمونه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن که مشنگه میخواست بره شکار گوریل، با خودش یه تفنگ و یه سگ و یه گونی برداشت. رفیقش پرسید مگه چجوری میخوای گوریل شکار بکنی که این همه چیزای بی ربط لازم داری؟ گفت ببین من میرم بالای درخت گوریلا رو قلقلک میدم، گوریلا میفته پایین، سگم میره یک گاز اساسی ازش میگیره که فریادش به هوا بلند شه، منم توی هیرو بیری میندازمش تو گونی.
رفیقش گفت خب پس تفنگو واسه چی میبری؟ مشنگی گفت خب آخه ممکنه گوریله منو پرت کنه پایین، بعد تو با تفنگ سگه رو باید بزنی دیگه. آیا دکتر، ولی بعدش اینه که این وسط ممکنه دزدی‌ها رو بشه. 11,000 میلیارد مال فرهنگی‌ها و حقوقای نجومی و 800 میلیارد دلار دولت قبلی و اینا رو چطوری جمع جور میکنن؟ تو نگران نباش، رو که زیاد باشه همه اینا رو میزنه حل میکنه. یه بهانه میارن دیگه. مگه تا حالا مثلا چه کار کردم؟ مرحوم عوضی همیشه میفهمیدن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمیدن که دوزه رفت خونه یکی تلویزیون بدوزه. گفت اول بذار روشن کنم ببینم سالمه یا نه. از قضا تلویزیون داشت فوتبال پخش میکرد، اینم سرگرم تماشای فوتبال شد. صاحبخونه بلند شد گفت تو کی هستی؟ اینجا چه کار میکنی؟ دزده گفتش که من بازیکن فوتبالم، همین چند دقیقه پیش داور منو اخراج کرد. روشن شد یا کارت قرمز نشونت بدم این وسط. آیا دکتر، من در انتهای برنامه اصلا نه قصد دعوا دارم نه قصد توهین. آره جون خودت. ولی واقعا این کار درستی نبود که در طول این برنامه شما با مقام عظما کردینش سگ. تو این برنامه رو ولش کن، تو بچسب اون مناظره رو که هیچ کس حرفای خودش کرک و پرش کردن که تو حرفای اونا رو نمی‌بینی. آخه تو باید کمک این بدبخت فلک زده بکنی. پاش لب گوره تو